داشتم تو اینستا میچرخیدم که این ویدیو رو دیدم. در ویدیو آقای امینی در مورد نامه نوه چنگیزخان به پاپ حرف میزدن و میگفتن که نامه به زبان پارسی نوشته شده. یکی از دوستان تو کامنت ها نوشته بودن که اگر بتونید این حرف رو اثبات کنید عکس پروفایلم رو میذارم کوروش. خب تا زمانی که این دوستمون یه عکس از کوروش دانلود کنه بعد هم در مورد نامه کمی حرف بزنم. این نامه در سال 1246 توسط گیوک خان نوه چنگیزخان مغول به پاپ اینوسنت چهارم نوشته شده. توضیحات بیشتر رو میتونید از سایت دانشگاه بامبورگ آلمان مطالعه بفرمایید. لینکش رو در استوری و هایلایت قرار میدم. همچنین اگه این موضوع برای شما عجیبه، باید بگم که زبان پارسی یک زبان میانجی بوده. بیشتر پادشاهان آسیایی، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، وقتی می‌خواستن به دربارهای اروپا نامه بفرستن، از زبان پارسی استفاده می‌کردن. مثلا شاه عباس به پاپ کلمنت هشتم نامه می‌نویسه که در اون نامه خودش رو پادشاه ایران مینامه. این نامه هم به زبان پارسیه. یا تیمور لنگ، تیمور بعد از اینکه عثمانی‌ها رو شکست میده، به شارل ششم یه نامه می‌نویسه و میگه که حکومت عثمانی‌ها از بین رفته و از این به بعد قراره با من تجارت کنید. این نامه هم به زبان پارسی نوشته شده. در مورد اهمیت زبان پارسی در گذشته بیشتر حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید.